درود بیننده گرامی و هواداران آزمون شهری میس دوشنبه 2026 روزنامه آزمون است. این دم منظور شما. در تالار مؤسسه دولتی تلویزیونی دوشنبه روز دوم قبول حجت‌های اشتراکچیان آزمون شهری میس دوشنبه 2026 آغاز گردید. گلدختران با آرزو و امید و باور به قدم‌های استوار خود به اینجا آمدند تا فرد از این رویداد با نفوذی پایتخت گردند. روز دوم قبول حجت‌های داوطلبان آزمون شهری میس دوشنبه 2026 در تالار مؤسسه دولتی تلویزیونی دوشنبه با لحظه‌های پر از هیجان و قلب‌های سرشار از باوری و امید اشتراکچیان جریان دارد. در این روز 50 نفر دختران جوان که چهره‌های زیبای تاجیکانه دارند به خاطر اشتراک در این آزمون با نفوذ حجت‌های خود را پیشنهاد نموده قدم جدی به سوی صحنه زیبایی و استعداد گذاشتند. محض از همینجا از تالار مؤسسه دولتی تلویزیونی دوشنبه قدم‌های نخستین به سمت میس دوشنبه 2026 گردیدن آغاز می‌یابد که شاید برای برخی از این گلدختران این قدم‌ها به سمت صحنه‌های بزرگتر و موفقیت‌های نو راه گشاید. زیبایی تنها در سیما نیست، آن در فرهنگ، در آداب و نوری باطنی هر بانو تجسم می‌یابد. هر دختری که به صحنه قدم می‌گذارد نه تنها زیبایی را بلکه نفاست و اعتمادی بانوان تاجیک را معرفی می‌نمایند. قبول حجت‌ها در فضای منظم و شفاف جریان داشته هر داوطلب کوشش می‌نماید تمام پهلوهای آزمون را آموخته خود را بهر لحظه‌های مهم آزمون مذکور از لحاظ ظاهری و فرهنگ و جهانبینی آماده سازند. عین حال من باید به نزد حکمان روم. پیش از آن که من به نزد آنها میروم مرا کمی ترس و هیجان فرا گرفته است. امیدوارم که در نزد آنها این احساسات گم می شود. مسئولین سطح آمادگی و فعالنوکی اشتراکچیان را نظررس ارزیابی کرده افزودن شماره داوطلبان را نشانه اعتبار به سمت فرهنگ و معارف و دیگر سمت‌هایی که آزمون مذکور به آن ربط دارد ارزیابی نمودند. مسئولان آزمون مذکور به هر یک اشتراکچی موافق سن و سال و کسبیت سوال‌ها پیشنهاد نمودند. پیش از آنی که من از حکمان درایم احساساتی بلند داشتم. وقتی که من بر آنها حجت خود را پیشکش نمودم آنها بسیارتر از سمت تیپ به من سوال ها دادند، چون که من در دانشگاه دولتی طبی ابوعلی ابن سینا تحصیل می نمایم. آنها بسیارتر در این سمت به من سوال ها دادند. یادآور می‌شویم که آزمون شهری میس دوشنبه 2026 با هدف معرفی زیبایی، فرهنگ ملی، استعداد و امکانات ذهنی دختران پایتخت برگزار گردیده برای اشتراکچیان مکتب خودشناسی، تکمیل مهارت، اینچنین اعتماد به خود و استواری در هدفها به شمار می رود. آزمون مذکور ادامه داشته هر روز با کشف چهره‌های نو و زیبا و شایسته بانوی معاصر تاجیک زمینه می‌گذارد.